دوستان عزیز، معلوماتی دیگری داریم برای شما. بهت معلوماتی سخت است برای هر یک پدر و مادری که فرزند خود را از دست می‌دهند، فرزند خود را گم می‌کنند. به نهایت سنگین است، به نهایت تلخ است. شهرت سلیمانوی 21 ساله که در فدراسیون روسیه به مهاجرت مشغول بود، در دکانی شاورما کار میکرد. در اساس ترکیش بالون گاز او و همراه او یک نفر دیگر سوخته ففتیده است و امروز نصیب باشد تابوت او را به تاجیکستان میبرند. به نهایت سنگین است، به نهایت سخت است. او زاده ولایت سوخت از اسفره می باشد. همگی 21 سال دارد. از روی معلومات هایی که ما به دست آوردیم، در اساس سنگین بودن سطح زندگانی پس از ختم مکتب به فدراسیون روسیه می رود و در آنجا به همین حالت شاورما آماده کنی مشغول می شود. از مرگ جای گریز نیست، لیکن آفرین به همان نفرهایی که همین سختی رو طاقت میکنند. آفرین به همان پدر و مادری که همین چیز رو تحمل میکنند. داغ فرزند کلی پدر و مادران را نابود میسازد. خدا صبر دهد به شما.